حلوا نثار ارومیه نیازی به درست کردن شهد نداره و از نظر عطر و طعم تو حلوا حرف اولو میزنه. نیم کیلو آرد سفید و تو تابه الک میکنیم و نیم ساعت تفت میدیم. لازم نیست رنگش خیلی تغییر کنه. آرد و دوباره الک میکنیم. یه پیمونه روغن اضافه و نیم ساعت دیگه تفت میدیم. از رو حرارت برمیداریم و 50 گرم کره، 1.1 پیمونه پودر قند الک شده، 1 قاشق عسل، 3 قاشق زعفرون دم کرده، 1 قاشق چایخوری پودر هل و زنجبیل و 4 قاشق گلاب میریزیم و ورز میدیم تا یک دست و منسجم بشه. داخل نایلون میذاریم و رول میکنیم. بعد نایلون رو باز میکنیم و با چاقو یا کاتر دالبر برش میزنیم. تو ظرف سرو میچینیم، با پودر پسته، بادوم و گل محمدی تزیین میکنیم. بعد از 1 ساعت که تو دمای محیط باشه پوک و ترد میشه. با دیگچه از طعمهای معروف جا نمیمونی.